سلام، مهدی آریا هستم. به دنیای موزیک مهدی آریا خیلی خیلی خوش اومدید. بذار فراموشت کنم، من ترک آغوشت کنم. آلبوم 1001 شب آلبومی هستش که تقریبا 3 سال روش کار شده. 3 سال روی این آلبوم کار کردیم. من به همراه یکی از دوستای خیلی خوبم، دوست عزیزی که توی ایران هستن، خیلی خیلی صمیمانه با من کار کرد. خیلی راحت تونستیم فکر کنیم چی میخوایم، چجور ترانه‌هایی من باید بنویسم و از اونجایی که بیشتر میوزیکا رو خودم نوشتم فکر میکردم که شاید بتونم باهاش یه همفکری بکنم، همکاری بکنم و بتونیم با هم یک کار خوبی از آب در بیاریم. توی همدم، توی مرهم، توی بذار آغوش گرمت همیشه مال من باشه. بذار دستای نرمه یه جوری مرهمم باشه. بذار آغوش گرمت همیشه مال من باشه. بذار دستای نرمه یه جوری مرهمم باشه، یه جوری مرهمم باشه. تقریبا 2-3 سال طول کشید، ترانه‌های مختلفی نوشتم. خیلی دوست داشتم از کسای دیگه ترانه بگیرم، گاهن ترانه به هر حال موقعیتی فراهم میشد، ترانه‌ای دستم میومد نگاه میکردم، ولی خب کار موزیک، کار آهنگ ساختن روی یک ترانه خیلی کار احساسی هستش. راحت تر با ترانه‌های خودم ارتباط برقرار میکردم تا اینکه نهایتاً تونستیم تقریبا 7-8 تا آهنگ رو انتخاب کنیم و نهایتاً ضبطشون کردیم. بیشتر کارها توی استرالیا ضبط شده. فکر میکنم بیشتر کارهای من کارهای آروم و کارهای عاشقانه ای هست. دوست دارم بیشتر کارهای عاشقانه بخونم، دوست دارم کارهایی بخونم که توش امید باشه. که چقدر دوست دارم. Hi there, I'm Jen from Big Note Productions. I've had the pleasure of producing Mehdi's Australian content for his vocals. I guess I was first introduced to Mehdi via an email, and when he said he was coming in to do something really different for me, I thought, what's different for me? I do this every day. What was different for me was the cross-culture, and I learned to produce somebody in another language, which was fantastic, because at the end of the day, music is music and a great voice is a great voice, and that's what he's got. So I had an absolute ball producing him. He just owned the booth. He would walk in, he would sing to me with his face, with his hands, and he was an absolute pleasure to work with. I love the hands. He loved the hands. This is my fabulous engineer Paul Harris, and we worked together with the vocals. So we thoroughly enjoyed our time. We know he's going to be amazing, and we wish him all the best. Hey. Yeah, good luck, Mehdi. Yeah. Great Good luck, job. Mehdi. Good Love luck. it. تو وقتی ازت دورم حس نمی کنم مجبورم بهت بگم. همونطور که گفتم آلبوم 1001 شب فکر میکنم تا الان 7 تا آهنگ یا 8 تا آهنگ آماده کردیم. 2-3 تا میوزیک ویدیو داریم و من هم که تمام سعیمو دارم میکنم که
بتونم این آلبوم به زودی بیاد بیرون. میتونید از طریق وبسایت من mehdiaria.com یا mehdimusicproduction.com میتونید کارها رو دنبال کنید. اگه نظر خاصی دارید، اگر پیشنهادی دارید، خوشحال میشم که بشنوم. دوست دارم با دوستانی که در زمینه علمی فعالیت موسیقی میکنن دوست دارم در ارتباط باشم. اگر که توصیه‌ای دارید دوست دارم بشنوم. اگر میخواید من بهتون مشورتی هم فکری بکنم خیلی خوشحال میشم که همکاری داشته باشیم. با دوبارون دوباره تو رو یاد من میارم، یاد اون لحظه هایی که تو بودی تک ستارم. قسمت آخر ویدیو رو تقدیم میکنم به روح طوفان عزیز که چند روز پیش از دست دادیم. این هنرمند بزرگوار رو که سالها فکر میکنم ملت ما رو شاد کرد. روی استیج با خواننده های مطرحی نوازندگی کرده بود مثل خانم گوگوش. متاسفانه یک بار دیگه یک هنرمند رو از دست دادیم. احساس مسئولیت کردم توی قسمت آخر ویدئوم یاد این عزیز رو گرامی بدارم و امیدوارم که همونطور که ما رو شاد کرد روحش شاد باشه. امیدوارم بتونیم قدر هنرمند هامون رو بدونیم قبل از اینکه دیر شه و از دستشون بدیم، بتونیم کاری بکنیم و در کنار هم باشیم. آرزو میکنم، از ته قلب آرزو میکنم که یک بار دیگه این آزادی، این عشق که همه ایرانی ها به وطن دارن یک بار دیگه برگرده. همه خواننده های ما، چه کسانی که خارج از ایران توی لس آنجلس کار میکنن، چه هنرمندها، بازیگرها، خواننده هایی که هر کجای دنیا هستن، امیدوارم بتونن برگردن به ایران و با آزادی، با عشق بتونن همون کار هنری و همون فعالیتشون رو داشته باشن. آرزوم اینه که اینترنت ها فیلتر نباشه، آرزوم اینه که دسترسی به اطلاعات آزاد باشه، آرزوم اینه که بتونیم در کنار هم همدیگر رو تحمل کنیم و بتونیم افتخار کنیم به ایرانی بودن ما. کسی توی دنیا